درود، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز سه شنبه 13 فوریه شما را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ همراهی میکنم. حالا نگاه به عنوان چندی از خبر و گزارش ها. در تاجیکستان سه افسر ملیسا را برای تهدید و طلب هزاران سامانی از یک همجنسگرا دستگیر کردند. مقامات عراق میگویند ابوبکر البغدادی رهبر گروهی به نام دولت اسلامی زنده ولی مجروح است و در سوریه پنهان می شود. در تاجیکستان مقامات امکان بی‌ضررگردانی چراغ‌های کم مصرف را ندارند. ساکنان میگویند نمیدانند این چراغ‌ها را کجا برند. یک سو 10 تا لامپ شوشیم 4-5-6 میسه. تفصیل خبرها. در تاجیکستان سه افسر ملیسا را برای تهدید به یک همجنسگرا و طلب هزاران سامانی از او دستگیر کردند. مقامات آژانس مبارزه با کروپسیا روز 13 فوریه بر رادیو آزادی گفتند سه افسر همراه با یک ساکن دوشنبه به یک جوان تهدید کردند که اگر به آنها 5000 سامانی ندهد میل او به همجنسگرایی را به خویشاوندانش آشکار میکنند. فرامرز رحمانزاده سخنگوی آژانسی بر رادیو آزادی گفت که افسران طمعجو را هنگام ستانیدن 3000 سامانی باقی مانده از جوان همجنسگرا هفته گذشته دستگیر کردند. معلومات به دست هوایی می افتد برای که نسبت همون شخص همین معلومات را بیابرو کننده را پاهم نکنند نفهمند همین میشه چی این مبلغ پورا طلب میکنند. در نتیجه همین گزارنده تحقیق اپیری تفتیشاتی کارمندان دستگیر کرده شدند. هر سه افسر پلیس را به سوء استفاده از وکالت متهم میکنند. حامیان حقوق میگویند همجنسگرایان در تاجیکستان زیر فشارند و محض افسران پلیس بیشتر از همه آنها را اذیت و آزار میدهند. مقامات تاجیکستان میگویند سال گذشته از کانهای کشور چندین تن طلای استخراج کردند و امیدوارند سال آینده تولید این متل گرانبها را زیادتر میکنند. این زمان گفتند که چرا دهها کارخانه زرشویی و کارخانه عظیمی طلای زرافشان از کار ماند. شادمان یتیم گزارش میدهد. مسئولان وزارت صنعت تاجیکستان گفتند که سال گذشته در کشور بیش از 5 تن طلا استخراج شده است و قریب همه آن را بانک ملی خریده است. شوکت بابازاده وزیر صنعت و تکنولوژی نو روز 13 فوریه ضمن نشست خبری گفت استحصال طلا به تدریج در تاجیکستان زیاد می شود. ما حجم استخراج طلا را افزایش می‌دهیم. دورنمای خوبی صنعت کوهی این مجموعه متال‌های قیمت‌بها را در نظر دارد که خیلی خوب است. ما به غیر از متال‌های اساسی طلا و نقره باز متال‌هایی را که در وقت کاروان می‌خورند استخراج می‌کنیم. وزیر صنعت گفت امسال 2 کارخانه نو از جمله دوآبه و کمرخی بالا اجازتنامه استخراج طلا را به دست آوردند و در افزایش استحصال مساعدت خواهند کرد. با تکنولوژی خوب کار میکنند. البته شرایط کار خیلی دشوار است. در بلندی 4000 متر جایگیر است. من در آنجا بودم. نفس کشیدن خیلی دشوار است. در آنجا تکنولوژی اروپایی است. کارهای گئولوژی را اروپایی ها انجام دادند. متخصصان وطنی هم در کارهای گئولوژی کار کردند. سرمایه‌گذاران مشترکند. اکثر این کارخانه ها مشترک بودند ولی شوکت بابازاده شریکان خارجی آنها را نام نبرد. معمولا اکثر کانهای طلای تاجیکستان را با سرمایه چین استخراج میکنند. وزیر صنعت سببی از کار ماندن کارخانه طلای زرافشان را هم شرح داد و گفت کارخانه مشترک زرافشان باید مکتب میساخت، باغچه میساخت، راه تعمیر میکرد، مزد معاش زیاد میکرد و یک مرکزی برقی تیز میساخت. من همین 5 عهده‌داری که باید اجرا میکرد. متاسفانه یگون تامین اجرا نکرد. علاقه 20 تن گرفتن. پگاه مونده میروند. چی میموند اونجا با؟ حاضر اجرا کردن، اجازتنامه نو گرفتن. رسما شما میدونم. علاقه از روز ششم استخراج سر شد. حالا در تاجیکستان بیش از 10 کارخانه کارکرد طلا فعالیت میکنند که بزرگترین آنها زرافشان میباشد. شرکت پاکرود یکی از آنهاست و عزم دارد سالانه بیش از 2.5 تن طلا به دست بیاورد.
خبر افزایش استخراج طلا هم در حالی است که سال گذشته با سبب تمدید نشدن اجازه 6 کارخانه زرشویی در کنی شگناوی خوالینگ 600 نفر بیکار ماندند. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه. رو میاریم به مسائل بین المللی. یک مقام رسمی عراق گفته است ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش و یا به نام دولت اسلامی زنده است ولی در جنگ زخمی شده در شفاخانه در سوریه معالجه میگیرد. ابو علی البصری رئیس خدمات مخصوص عراق گفته است آنها اطلاع ردناپذیر و سندهای گروه دولت اسلامی را دارند که نشان میدهد بغدادی زنده است. در منطقه شمال و شرقی جزیره در سوریه پنهان می شود. ابو علی البصری در این باره با روزنامه دولتی الصباح عراق روز 12 فوریه صحبت کرده است. با گفته او بغدادی بیماری قند دارد، زخم برداشته است، پایش شکسته است و به کمک راه رفتن نمیتواند. به قول او ابوبکر بغدادی در یک عملیات هوایی در عراق مجروح شده است. گروهی از ساکنان یک دهه در ختلان میگویند یک صاحبکار زمین‌هایی را که برای انشاءات مردم به او دادند به منفعت خود استفاده میبرد. با گفته ساکنان حاصل آباد صاحبکار در ناحیه وخش یک خانه عظیم ساخته است و راه آنها را بسته است و از امکانات محروم کرده است. تصویر این دعوا در روستای حاصل آباد در گزارش مومن احمدی. مردم حاصل آبادی وخش دعوا دارند یک صاحبکار راه به سوی خانه‌شان را بسته در جای بنگاه طبی، کتابخانه و خوابگاه آموزگاران این عمارت محتشم را غیر قانونی بنیاد کرده است. همه اینجا پوشیده بود، دکترخانه بود، جای پنسه هاز مردم همه شهر میره پنسه گیرک میره، یک خونه دا میشنه میره. ما یا 13-14 ساله دکترخانه نداریم. یک کسل بیمار میشیم کیم کجا میریم؟ آدمی تکنیکدار میره و به تکنیکش میبره میمیسته. در اداره زمینی بخش بر رادیو آزادی گفتند این زمین را به تاج‌الدین گلوف به خاطر ساختمان بینای جدید بنگاه طبی دادند و او غیر قانونی آنجا منزل زیست ساخته است. خیرمان بودی ناکه استقلال دورو بودی جا جبرو او بودا که اینم قشلوق این طرف او میخورده که همه را این تماختم که این ایستش رای ما بودا که اینجا جوی رای ما بودی اینجا در فریب کانه که اینجا اسکلادور آزاده. ساکنان گفتند چند بار با برادر این صاحبکار خواستند به مصالحه برسند. آنها با ناراحتی از فرهنگ معاشرتی او یاد آورده رخساره میگوید بار هم شوهرش را برای دعوا لط و کوب کردند. اول زمان تا جادل کردن مردک من جامعه دان لط کردم پیشونیش کبود سیاه کردن خربو کلت کرد گلف تاجیدین. رادیوی آزادی توضیح این گفته های رخساره را نتوانست از صاحبکار بگیرد. تلاش های چند کرته برای صحبت کردن به نتیجه انجام یافت. موضوع بحث با صاحبکار این است که او راه خانه همسایه رخساره را بسته طلب دارد از حساب حولی آنها راه باز کند. دیوارم میگردم الان تلفن میگیرم الان روست الان خیلی راست الان تایکو الان تو باید دیوار بیاره تو تنها فندم تا الان فندم سال 70 64 65 ریخته فندم یا سیوز داره تو الان را اینجا باید نخم کنم رای او را الان تنها کنم به همسایه باید اینجا خیلی راه کنم. این دو خانواده‌ای که به گفته‌شان مورد فشار این صاحبکار قرار گرفتند به ما حجت‌های زمینشان را نشان دادند. در آن مرز حولی آنها نقاشی شده است. ساکنان میگویند که چندین مراتب بر رهبریت ناحیه وخش مراجعت کردند اما با سبب‌های گوناگون داد آنها در رهروهای اداره‌های دولتی گم می‌شود. رجیستر اساس آخه و میرم گفتن می‌بینیم چوراشو رادیو آزادی از رئیس ناحیه وخش درباره این مشکل پرسید. او گفت که درباره این قضیه خبر ندارد و هنگام مراجعت آن را بررسی خواهند کرد. با من یگان عرض شکایت از طرف شهروندان اوید اشغال کردن زمین‌های شهروندان پیشنهاد شده نیست. اگر پیدا میشه ما در جوگه دیدن می‌بریم. و در جماعت کیروف که حاصل آباد تابع آن است گفتند دعوای مذکور در دادگاه بررسی می شود و دادگاه حکم می کند که کدام طرفی دعواگر حق است و کدام طرف ناحق.
مقامات تاجیکستان میگویند اگر برای جمع‌آوری و بی‌ضرر کردن چراغ‌های کم مصرف تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده نشود، این چراغ‌ها جان هزاران نفر را در خطر می‌گذارند. چراغ‌های کم مصرف در ترکیبشان سیماب یک ماده خطرناکی را دارند و باید در جای‌های مخصوص جمع شوند، نه اینکه در پرتابگاه آن را بیاندازند. همکاران ما در دوشنبه این مسئله را تحقیق کردند. این گربه انتظار است که کسی چیزی خوردنی می‌آورد، اما نمی‌داند که در این پرتابگاه زهر قاتل انداختند که سبب مرگ تدریجی اش می شود. زهر در این لامپا و یا چراغ کم مصرف است که 100 ساله ها اینجا میماند. سیماب жидкий металл, یعنی که металл چی است و تا 1000 سال باید разлагаться، یعنی چی نمی‌شود. برای این بسیار ضرر کلان دارد. به خبر از آن که سیماب چراغ‌ها می‌تواند به آب رود آمیخته شود، به دست کودک بیفتد، مردم آنها را هر جای پیش آمد می‌پرتایند. میگویند نمی‌دانند که به کجا برند. در یک سو 10 تا لامشا دوشوشیم 4-5-6 می‌سوزه. مسورده. سوختگی شد می‌پرتای می‌رود. کجا می‌پرتای؟ پرتابگاه. سیمابی که چراغ‌ها دارند یکی از 10 ماده کیمیایی خطرناکترین برای صحت است و بخارش انسان را در مدت کوتاه می‌کشد. مقدار کمش کودک را در بطن ناقص می‌کند، مغز انسان را از کار می‌اندازد. برای همین مقامات آن را از مردم می‌خرند. سالهای 2011-2017 از اهالی با تشکیلات محسوب با مقداری 422 از دسته 1000 عدد لامپ‌های سیمابداری کارنوشم جمع‌آوری کرده شده است. در دوشنبه و شهرهای دیگر مرکزهای جمع‌آوری چراغ‌های کم مصرف وجود دارد، اما نه همه آنها را می‌دانند. عین زمان صدها هزار چراغ کم مصرف را نمی‌توانند بی‌ضرر کنند، زیرا امکانیت و مبلغ ندارند. در آینده اگر ما همین خریداری همین تجهیزات بی‌ضررگردانی در همه شهر نایو اگر با شرطی که خریداری نکنیم، البته این پرابلم جدی می‌شود در آینده. تا حال درباره زهرآلود شدن کسی از سیماب در تاجیکستان خبری نشده است، ولی پزشکان میگویند زیان این ماده کیمیایی در دراز مدت ظاهر می شود و بعضی از کودکان ناقص ممکن است نتیجه تاثیر زهر سیماب باشند. تاجیکستان سال 2009 از اهالی خواست که چراغ‌های کم مصرف استفاده کنند تا نیروی برق صرف شود. برای استفاده چراغ‌های قدیمی ولفرامی جریمه تعیین کرد. آن زمان حامیان محیط زیست دعوت می‌کردند که اول نظام جمع‌آوری و بی‌ضرر کردن چراغ‌ها به راه مانده شود. دعوتی که ظاهراً مقامات مثل این چراغ با آن رفتار کردند. در شهر دوبای یک تورت و یک کلچه قرنه را به نمایش گذاشتند که $1,000,000 قیمت دارد. معلوم نیست این تورت $1,000,000 را کی می‌خرد، اما خوردنش را توصیه نمی‌دهند. برای تهیه این تورت و یا واقعاً عروس شیرین عربی 1000 دانه تخم سر شده است. نرخ این معجزه در نمایشگاه دوبای به $1,000,000 برابر است. مؤلف تورت میگوید در پیراهن این عروس 5 سنگ الماس 3 کرتی جای داده شده است که هر یکی $200,000 نرخ دارد. دیبی وینگ هم به یاد میآورد که وقتی به او پیشنهاد تهیه تورت برای نمایشگاه مطرح شد، او تصمیم گرفت که عروس عربی آفرد. این خانم زیبا مورچه‌میان و قد بلند نماید، هم 120 کیلوگرم وزن دارد، ولی تورت همین خیلی است. وقتی شما 1000 دانه تخم را استفاده میبرید، شیرینی هم وزن میگیرد. بر علاوه 50 کیلوگرم شیرینی برای تهیه کورته و عناصر دیگری زیبایی 50 کیلوگرم قند و شیرینی استفاده شده است. در تهیه تورت موارد قابل استعمال و 5000 گل نقاشی شده است. خانم وینگ هم تاکید میکند که این عروس عربی تنها برای نمایش بوده و سبب‌های بهداشتی استعمال نخواهد شد، ولی تباهان آماده‌اند برای مشتریان آینده تورت شبیه آن را تهیه کنند. روسال شرکت سرمایه‌دار روس الک دریپاسکا از اجرای باز یک طرح دیگری از تاجیکستان دست کشید. سال 2015 شرکت روسال عهد داده بود که در تاجیکستان کارخانه وصل و نصب ماشین‌های پرتاب جمع کنی می‌سازد، اما نکرد. و بیننده ارجمند، برنامه ما به پایان رسید. اخبار و گزارش‌های از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.